روزتان رو بخیر میگویم شنوندگان عزیز. این ساعت نشر تحولات تاجیکستان و جهان رو مستقیما روی موج رادیو موجیر در برنامه اطلاعاتی خبرهای روز مستقیما میشنوید. هانس کلوگ دیرکتور دفتر منطقوی سازمان عمومی جهانی تندرستی در اروپا از آنا پوپووا رهبر مقامات روسپاتربنادزور روسیه خواسته است که با گروه کارشناسان سازمان جهانی بهداشت که روزهای نزدیک به تاجیکستان و ترکمنستان می روند متخصصان روس را نیز جلب نماید. خبر می‌دهد رنتوی. هانس کلوگ قید کرده است که سرایت ویروس کووید 19 در این کشورها به قید گرفته نشده است، اما شماره فوتیدگان از بیماری شش زیاد گردیده است. صحبت آنا پوپووا و هانس کلوگ بعد از ظهر روز 29 اپریل توسط ویدیو کنفرانس صورت گرفته است. رهبر دفتر منطقوی سازمان جهانی تندرستی در اروپا هانس کلوگ از آنا پوپووا دیرکتور روسپاتربنادزور روسیه خواسته است که متخصصان و سرایت‌شناسان روس را برای اشتراک در هیئت گروه اکسپرتی سازمان جهانی تندرستی به جمهوری‌های تاجیکستان و ترکمنستان جلب نماید. وزیران کارهای خارجه تاجیکستان و ترکمنستان به گفته هانس کلوگ گروه کارشناسان سازمان جهانی تندرستی را استقبال می‌کند. در نوبت خود رهبر روسپاتربنادزور روسیه آنا پوپووا جانبداری سازمان جهانی تندرستی را اظهار کرده است و به هانس کلوگ برای دعوت کردن کارشناسان روس به ترکمنستان و جمهوری تاجیکستان اینچنین برای جلب متخصصان روس در چین عرض سپاس کرده است. با گفته آنا پوپووا کارشناسان روس که بر ضد کرونا ویروس در چین مبارزه می‌برند به جمهوری‌های تاجیکستان و ترکمنستان نیز در صورت ضرورت سفر خواهند کرد. پیشتر خبر داده شده بود که گروه متخصصان سازمان جهانی بهداشت به تاجیکستان و ترکمنستان فرستاده می شوند. کارشناسان بین المللی تندرستی چند روز به این کشورها می آیند، به شهرها، مؤسسه های طبی و جایهای مهم کشور تشریف می آورند. پس از بازدید کارشناسان اوید وضع اپیدمیولوژی کشورهای مذکور خلاصه اکسپرتی می برآورند و توصیه ها اوید به تکمیل دادن چاره‌های محافظتی از پنجشنبه کرونا ویروس را می دهند. طبق اطلاع وزارت‌های تندرستی ترکمنستان و تاجیکستان تا حال یگان حادثه‌های سرایت ویروس کووید 19 در این دو جمهوری آسیای میانه به قید گرفته نشده است. پروازهای چارتری جانب روسیه برای برگردانیدن شهروندانش از دوشنبه به تأخیر افتاد. یادرس می‌شویم که طبق جدول مقامات روسیویاتسای روسیه میبایست که امروز 3 اپریل از دوشنبه دو طیاره در مسیر دوشنبه نوسیبیرسک و دوشنبه یکاترینبورگ پرواز انجام دهند. اینچنین تشکیل چنین خط سیر چارتری نیز در سنه 3 می در مسیر دوشنبه مسکو در نظر بود. اما سبب‌های دقیق لغو پروازهای چارتری به نقشه گرفته مقامات روسیه به تاجیکستان تا حال معلوم نیست. در پی سر و صداهای زیاد در خصوص تشکیل پروازهای چارتری، سفارت جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه چند قبل با پخش اطلاعیه از شهروندان کشور درخواست کرد که به هر گونه آوازه‌های بردروغ باور نکنند و حالا از خریداری چپته‌ها به سمت تاجیکستان خودداری ورزند. همچنین در بیانیه علاوه شده گفته می شود که سفارت تاجیکستان در روسیه به معلومات هموطنان می رساند که پرواز هواپیماهای پیش بینی شده این خط سیر چارتری بوده از جانب حکومت فدراسیون روسیه تنها برای برگردانیدن شهروندان روسیه یعنی خواهشمندان از تاجیکستان و دیگر کشورها تشکیل کرده می شود که پس از اجازت جانب تاجیکستان عملی می گردد. آمده است در اطلاعیه سفارت جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه. حالا معلوم نیست که مقامات روسیه برای انجام این سه خط سیر چارتری برای برگردانیدن شهروندانش از تاجیکستان اجازه مقامات رسمی دوشنبه را دریافت کردند و یا نه، یا اینکه مشکل در دیگر چیز است. سوال است که حالا به جواب باقی میماند. شما تحولات جهان و تاجیکستان را مستقیما شنیده استادید. به شخصان دارای دو شهروندی یا اجازه استقامت در روسیه اجازه داده شده است که روسیه را در دوره پاندمیای کرونا ویروس ترک کنند.
قابل ذکر است که از زمان سر زدن پاندمی از کرونا ویروس تنها شهروندان خارجی اجازه داده شده بود که حدود مرزی و ماموری روسیه را ترک کنند. یادآور می‌شویم که روسیه از 27 مارت پرواز منتظم و چارتری را با کشورهای دیگر با مقصد پیشگیری پنجشنبه سریعت ویروس کووید 19 قطع کردند. حکومت روسیه اینچنین ورود شهروندان خارجی را به قلمروش موقتا محدود کرده است. منع ورود به حدود مرزی و ماموری فدراسیون روسیه از 18 مارت اعتبار پیدا کرد و تا 3 اپریل پیش بینی شده بود، اما در عرفه انجامیابی این مهلت مقامات محدودیت مذکور را برای شهروندان خارجی تا به اعتدال آمدن وضع اپیدمیولوژی کرونا ویروس در روسیه تمدید کردند. همزمان ممنوعیت ورود به روسیه در نسبت بعضی از خارجیان لغو گردید، از جمله آن متخصصانی که در تنظیم و نگهداری تجهیزات رقمی وارداتی به روسیه در سمت ساحه‌های صنعت، انرژتیک و تندرستی سهم دارند. در دوره محدودیت‌ها می‌توانند به حدود مرزی و ماموری فدراسیون روسیه وارد گردند. از روسیه به تاجیکستان نظر میکنیم. مقامات در شهر خوجند ولایت سوغد از ساکنان از سن 60 ساله بالا درخواست کردند که بدون ضرورت فوری از خانه‌هایشان بیرون نشوند. این درخواست مقامات در پس منظر خطر پنجشنبه ویروس کووید 19 روی دست گرفته شده است. همچنین مقامات شهر خوجند از ساکنان شهر خواستند که با درک بلند مسئولیت شهروندی در تامین تازگی و آزادگی شهر مسئولیت داشته باشند و همچنین در رعایت گیگین شخصی فرموده‌های طبیبان و توصیه‌های سازمان جهانی بهداشت را قطعاً رعایت کنند. حالا در شهر خوجند به مثل دیگر شهر و نواحی تاجیکستان کارهای بی‌ضررگردانی به خاطر پیشگیری از سر زدن هر گونه بیماری‌های سیریت به طور نظررس عملی گردیده ایستاده است. طبق اطلاع دفتر مطبوعات حکومت شهر خوجند، تمیزگردانی در کوچه و خیابان‌های اسماعیل سامانی، گگارین، استقلال، رحیم جلیل، رفعت حاجیف، امین جان رسولوف خوجندی، کمال خوجنده، ابوالقاسم فردوسی و غیرها صورت گرفتند. همچنین بی‌ضررگردانی در مؤسسه‌های استراحتی و فراغتی، بازار و مرکزهای سودا و جایهای سیر تشریف آورنده ساکنان نیز راه اندازی شده است. خاطر رسان می‌کنیم که در تاجیکستان طبق دستور ستاد جمهوریوی پیشگیری از ویروس کووید 19 همه بازارهای فروش لباسات تا سنه 10 می به خاطر حفظ تامین امنیت سلامتی ساکنان و راه اندازی کارهای بی‌ضررگردانی بسته شده‌اند. ادامه خبرهای روز را میشنوید. پارلمان افغانستان بنابر خطر پنجشنبه ویروس کرونا 2 هفته کار خود را قطع میکند. خبر میدهد شبکه تلویزیونی محلی یک تیوی نیوز کابل. قرار درباره بازداشتن از جانب وکیلان پارلمان با راه آوازدهی گشوده قبول کرده شد و نه همه وکیلان مجلس به قطع گردیدن کار پارلمان راضی شدند. بسیاری از اعضای پارلمان افغانستان مخالف قطع مقامات قانونگذاری شدند. قابل ذکر است که تا امروز شماره سریعت کرونا ویروس در افغانستان همسایه با تاجیکستان به 1939 نفر رسیده است. در این کشور طبق دستورات مقامات حالت کرانتینی تا 9 می ادامه می‌کند و شهروندان بدون نیازهای فوری بیرون رفتن و یا در گروه‌های کلان جمع شدن قطعاً منع است. در شهر کابل پایتخت جمهوری اسلامی افغانستان باشد همه راه‌ها پرراه بسته شدند. همه مجلس و مشورت‌های پرزیدنتی و حکومتی در صدر رهبریت عالی افغانستان کایها باز به طور ویدیو کنفرانس دایر می‌گردد. در دیگر حالت‌ها اشتراکچیان ملاقات‌ها در مسافه دور مشارکت می‌کنند. تحولات تاجیکستان و جهان را مستقیما ادامه می‌دهیم. دادستانی ولایت سراتو روسیه تفتیش معلومات را درباره خریدن نقاب‌های طبی به مبلغ 425 روبل برای یک دانه آغاز کرد. در این باره ریاء نوستی خبر می‌دهد سنجش مذکور با فرمان دادستان ولایت سراتو سرگئی فیلیپینکا راه اندازی گردیده است. دادستان ولایت باید چاره‌های نظارتی را اوید به درستی معین کردن ارزش نقاب‌های طبی در داروخانه‌های ولایت سراتو روسیه
معین کند. قبلا معلوم شده بود که مؤسسه انبار داروخانه‌های سراتف از سیگما فارم 28000 رویپوش‌های محافظتی چینایی، نقاب و عینک‌های طبی را به مبلغ 43.36 میلیون روبل خریداری کرده است. نقاب‌های طبی یک وقتینه استفاده شونده را داروخانه‌های این ولایت روسیه با ارزش 425 روبل برای یک دانه نقاب به فروش گذاشته بودند. رئیس دومای دولتی روسیه ویاچسلاو ولودین با درخواست ساکنان ولایت سراتف به دادستانی این ولایت درخواست فرستاده است که در آن از دادستانی ولایت تفتیش اصلی نرخ نقاب‌های طبی و دسترسی آن در داروخانه‌های ولایت سراتف خواسته شده است. شنوندگان عزیز، شما خبرهای این ساعته تاجیکستان و جهان را روی موج رادیو ماجر شنیدید. برنامه‌های دیگری ما ادامه دارند. در ساعت‌های بعدی ما شما را با خبرهای تازه آشنا خواهیم ساخت. سلامت باشید.